برای تیرگی های زیر چشممون از کالر کارکتر رنگ نارنجی استفاده میکنیم و سعی میکنیم که اول روی دستمون بزنیم و بعد کالر کارکتر رو زیر چشم میزنیم. به هیچ عنوان مستقیم روی پوست نمیزنیم. با یه براش تخت کامل زیر چشم میزنیم. خیلی باید حواستون باشه که استفاده از این رنگ ها، تم‌های رنگی باید به میزان خیلی کم باشه. اگر زیاد باشه کنترل کردنش خیلی سخته. بعد با یه بلندر مرطوب کوچولو کامل فیدش میکنیم. رنگ کرم پودرمون باید همرنگ بدن باشه یا نیم درجه 1 درجه روشن‌تر یا تیره تر. برای کرم پودر اول از براش استفاده میکنیم، روی کل صورت پخش میکنیم. خیلی فشار دستمون نباید زیاد باشه چون تمام زیرسازی هامون رو از بین میبریم. کرم پودرمون رو به هیچ عنوان زیر چشم نمیزنیم. و بعد با یه بلندر مرطوب کامل بلیدش میکنیم و به صورت ضربه‌ای. خطی که بین کالر کارکتر رنگ نارنجی و کرم پودر هست رو فید میکنیم ولی به هیچ عنوان کرم پودر رو تا نزدیک چشم نمیبریم. چون از کالر کارکتر رنگ نارنجی استفاده کردیم برای زیر چشم، برای اینکه به مرور بتونیم اون تم رنگ نارنجی رو فید بکنیم، برای کانسیلر زیر چشممون اول از رنگ نخودی استفاده میکنیم، بعد رنگ روشن رو بهش اضافه میکنیم. رنگ نخودی رو زیر چشم میزنیم، گوشه داخلی و گوشه انتهایی، بعد کامل با یه بلندر کوچیک فیدش میکنیم. یک سطح صاف و یک دست رو ایجاد میکنیم. توی این مرحله تازه زیر چشم ما همرنگ پوستمون میشه. بعد از اینکه کامل فید کردیم و بلید کردیم، از کانسیلر رنگ روشنمون میتونیم استفاده بکنیم. کانسیلر رنگ روشن رو میزنیم. و بعد با یه بلندر مرطوب کامل فیدش میکنیم. نیازی نیست تا نزدیکی مژه ها شما کانسیلر رو ببرین. کانسیلر رو به سمت بیرون فید میکنیم. برای کانتور تیره برای صورت ایشون من یک مقدار بالاتر از امتداد گوش شروع کردم به خاطر اینکه صورت کشیده تری بتونم داشته باشم و از عرض صورت کم کنم. موادی که برای کانتور تیرتون استفاده میکنید هم باید بسیار کم باشه. اگر لازم شد اضافه میکنیم. اگر زیاد بزنید یک تیرگی بدی به صورت میدید که قابل کنترل هم نیست و کل کارتون رو زیر سوال میبره. زیر خط فکمون و گوشه چونه رو تیره میکنیم برای اینکه چونه کشیده تری داشته باشیم. زیر خط استخوان فکمون رو و گوشه چونمون.
گوشه های بینی رو تیره میکنیم، بعد به اندازه یه خط روشن بینشون فضای خالی رو میذاریم. روی پیشونی، گوشه های پیشونی فقط برای اینکه عرض پیشونی رو یه مقدار کم بکنیم. با یه براش فید بزرگتر کانتورمون رو کامل فیدش میکنیم. به هیچ عنوان نباید مدت زمانی از زدن این کانتورتون بگذره و بعد فیدش کنید. همزمان اگر که دستتون کند باشه همون لحظه فیدش کنید که خشک نشه، چون اگر خشک بشه حالت چرک رو به میکاپتون میده. زیر خط کانتور تیرمون رو کانسیلر روشن میزنیم، با یه مقدار شیب به سمت پایین میکشیم که صورت کشیده تر و فرم زیباتری داشته باشیم. روی چونه، روی بینی و روی پیشونی قسمت وسط و بعد با یه بلندر به صورت ضربه‌ای فیدش میکنیم. توی مرحله فید کردن اصلا عجله نکنید، آروم و به صورت ضربه‌ای این کار رو انجام بدید که کامل فید بشه و رنگ‌های تیرتون رو یا کانتور تیرتون رو از بین نبرید. از رژگونه مایع برای گل گونه استفاده می کنیم. بعد با یه براش کوچیک خیلی آروم فیدش می کنیم. اگر رژگونه مایع نداشتید میتونید از رژ استفاده کنید، از رژهایی که چربی متعادل دارند. بعد با یه بلندر بزرگ که مرطوبه و هیچ چیزی نداره کل صورت رو کامل بلید میکنیم. معمولا توی این مرحله یه مکس 20 دقیقه‌ای تا نیم ساعت رو داریم برای اینکه متریال کامل جذب پوست بشه. میتونید توی این فاصله استایل مو رو انجام بدید.